چراغ احمدی را حق بیافروخت، هر آن که پوف کند ریش خیش بسوخت. همان روزی که از قندیل جدا شد، در پشت حضرت آدم جا شد. روح محمد در یک لیوستر نبود، قندیل نبود، جدا شد. وقتی که آدم علیه السلام انشاءالله خدا خواهد خدا آفریدش، در پشت حضرت آدم چیکار کرد؟ جا شد انشاءالله خدا خواهد. وقتی که حضرت آدم دید که در وقت جنت اومدن تمام فرشته حرمتش دارن، عزتش دارن، حیران شد. محمد الله سبحانه و تعالی حبیب اعلان کرده است. این گفت حبیب من است. ببینید، با تو فرزند بر من حبیب است، با درد آخر امت طبیب است. آخر زمان آن چی میشه؟ این دکتر میشه. امتایی که آخر زمان می آیند انشاءالله ما و شما پیغمبر صلی الله علیه وسلم همچی یک طبیب. پیغمبر ما و شما محمد صلی الله علیه وسلم عزیزان من 570 میلادی، بعض روایت ها 571 می آید. 570 میلادی الحمدلله در چی؟ مکه مکرمه، در قبیله قریش، پدرشو عبدالله، مادرشو آمینه الحمدلله چیکار کردن؟ به دنیا آمدن. که 50 روز پیش از میگد چی بود؟ واقعه فیل. خواست که خدا خودی کعبه صاحب ندارد، یا که سنگ سیاه به صاحب است. عزیزان من، صاحبی و سنگ الله است. وقتی که آمد نزدیک خانه کعبه، حضرت ابو طالب بسیار شخص شجاعت نام بود، بسیار قامت زیبای بلند داشت، شخص معتبر بود. در همون گفتی گپو که گپش میگذشتگی بود در هم مکه. شطوره همینه گرفت ابرهه. عبدالمطلب پیشی ابرهه آمد میگد. ابرهه را گفت که یا ابرهه همه شطورای من بته. ابرهه گفت که من است دل موند، من خواهم که تو مدن میگو که کعبه ویرون نکن، تو بجای کعبه ویرون نکن. گفتم فقط شطورات من طلب داری؟ گفت من صاحب شطور هستم. این صاحب این خانه صاحب دارد، خودش ایمایش میکند. میگه شطوراشو گرفت و آمد پیش کعبه. گفت پروردگارا همه اهل خدش گفت که بالای کوه بروه. گفت خداوندا، گفت خانه تا خودت حمایت کن، خودت قادر هستی. الله اکبر. من چی با وقتی که رسول الله صلی الله علیه وسلم انشاءالله خدا خد به دنیا اومدن، قصهش دراز است، من قصه نمیگم. شبی مولود که روز دوشنبه بود عزیزان من، تولد پیغمبر صلی الله علیه وسلم روز دوشنبه است. حتی که بی مریم ببینید روحش در خدا خود دایگی اشتراک کرده است. آسیه زن فرعون ملعون، خودش ملعون دوزخی، آسیه جنتی است. الحمدلله روحاشو اشتراک کرده. چندین فرشته ها در چی؟ شب مولود رسول الله صلی الله علیه وسلم. وقتی که میگه به دنیا اومد، رسول الله سجده کرد. اولین کلمه که رسول الله گفت لا اله الا الله است. حتی میگه رسول الله ختنه کردگی بود، نافش بریدگی بود، تیار میگه آمد و بسوی دنیا قدم گذاشت. تیار در همون جهت تا سویبه گفتگی ابو لهب ملعون کنیزش اشتراک کردگی است. عربان یک خصلت بود، چون که تا زمانی پیغمبر مبعوث شدن دختر و یا فرزند حساب نمی کردن. بدبختای عرب زنده به زنده دخترش زیر خاک میکرد. تو بچه یک تولد میشد در خونه عرب میران بود، پرازنیک. همون سویبه میگه دویده رفته، میگه پیش ابو لهب رفته که یا ابو لهب، گفت برای من خدا خواهد سیونچی ته برادر زادت، این اکا و دادر هستن عبدالله کدی، برادر زادت آمینه بچه یک تولد کرد. ببینین میگه از شادیش میگه ابو لهب همین خیل کرد انگوشه، گفت که برای خوشخبر آوردن بچه یک من درای خدا تو آزاد کردم. وقتی که اومدیم میگه همه فرزنده را گفت از یک خری لاغر داشته، میگه یک لپشنگ به زور می یکته تا اومدیم که بچه نمونده است، یک همین محمد مونده صلی الله علیه وسلم.
اینا مادرمو چند بار تکلیف کردن که اینا گیرن شیرتین. گفتن خیلی ما اینا میگیریم شیر میتیم پلی نکیمتید، یک صغیره باشد یتیم باشه. میگه با شوهرم نصیحت کردم بادا گفتم همین محمد گیریم. میگه بسیار قحطی بودم اون زمان. میگه حتی میگه گیاه نمیافتیم بخوریم، حتی فرزند داشتم. میگه فرزند میگه از گوشنگی گواه میگه شیر نداشتم. وقتی که میگه بادا گفتم همین یتیم گیریم شاید الله ما یک رحم کند. بعد میگه طرف خونه محمد گفتم من شیرش میتیم بادا مالش برای الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي بعث الانبیاء و رسول للهدایة العباد و افضل الصلاة و اتم السلام على رسوله محمد خاتم الانبیاء و المرسلین حب القلوب و شفایها محمد المصطفى صلی الله علیه و سلم و علی آله و اصحابه و ازواجه و ذریاته و بارک و سلم علیه. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام علیکم برادران اهل اسلام. اولا حمد و ثنا مر خداوند را، بعد از اون درود بیعدد مر محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم را، بعد از اون رحمت خداوندی به پایان باد بر امامان، خصوصا امام اعظم صوفی و کوفی و رحمت الله علیه. الحمدلله محترم جماعت، امروز روز انشاءالله خدا خواهد مبارک جمعه، بهترین انشاءالله هفته ها و مناسبت انشاءالله این روز جمعه ما شما را تبریک و مبارکباد میگیم. چنانه که بزرگان در مصرع‌های شعری میگن صبح صفای جمعه بادا مبارک بر شما، صبح پر نور و ضیا بادا مبارک بر شما. شکر گویم هر سحر به درگاه یزدان پاک، رحمت نور الهی بادا مددگار شما. عزیزان من، جمعه مبارک باشد. ما شما امروز قرار داریم الحمدلله در یک بهترین ماه مبارک انشاءالله تولد رسول الله صلی الله علیه و سلم. اولا به این خدا خواهد ماه باز دیگر ما شما عزیزان تبریک و مبارک باد میگیم. یعنی این ماه ربیع الاول ماه مولود رسول الله صلی الله علیه و سلم است. الحمدلله در همین 12 یعنی ماه ربیع الاول پیغمبری بشیر و نذیر و چراغ تابان با اذن الله سبحانه و تعالی چیکار کرد؟ الحمدلله یعنی پیغمبر شد، مبعوث شد تا اینکه انشاءالله اهل بشری تمام روی دنیا را انشاءالله از ضلالت به هدایت، از راه گمی بین راه راستی، از آتش پرستی و شیطان پرستی و بت پرستی رهانید و به الله سبحانه و تعالی آشنا کرد. مقصدی پیغمبرها انشاءالله به دنیا آمدن انشاءالله مردم را راه خوب، راه نیک نه انشاءالله هدایت کردن است، انداختن است. عزیزان من انشاءالله یعنی پیامبر علیه السلام به اذن خودش انشاءالله این دنیا آمدگی نیست، با اینکه به انشاءالله خدا خواهد اذن الله سبحانه و تعالی که تمام دنیا در تاریکستانی بود، تمام دنیا که بعد حضرت عیسی علیه السلام آسمان برمدن، پیغمبر صلی الله علیه و سلم الله سبحانه و تعالی از قبیله عرب چیکار کرد؟ الحمدلله انشاءالله و انتخاب کرد آخرین پیغمبر صلی الله علیه و سلم و به سوی ما و شما انشاءالله چیکار کرد؟ انشاءالله خدا خواهد فرستاد. الله سبحانه و تعالی در چند جای قرآن یعنی در حق پیغمبر صلی الله علیه و سلم انشاءالله یعنی بیان کرده است. در سوره احزاب آیت 45 و 46
5 صفت پیغمبر صلی الله علیه وسلم الله بیان میکند. سوره احزاب آیت 45 و 46 میتونید شما با قرآن عظیم و شان مراجعت کنید و این آیت چنین است: استعوذ بالله یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی الله باذنه و سراجا منیرا. صدق الله العظیم. خدا سبحانه و تعالی 5 صفت محمد در همین جا بیان میکند که میگه ای پیغمبر، خدا ندا میکند یا حرف ندا است، ای پیغمبر اینا البته ما فرسوندیم ترا، یعنی شاهد گواه دهنده برای امتات، نه برای امتات. زیری همین یعنی مفسران میگن محمد صلی الله علیه و سلم برای یک یعنی امتا یعنی خودش نه، بلکه تمام پیشین امتان دم گواهی میداده که حقیقتا پیغمبر را چیکار کرد؟ رسون سخنهای خدا را. خیلی که رسول الله صلی الله علیه و در 23 سال قرآن بالکل شدون، ما شما را چیکار کرد؟ آنچه خدای تعالی فرمود، آنچه که من کرد، همشه پیغمبر صلی الله علیه و سلم برای ما شما رسون. ما تو میگه شاهد فرسوندیم و مبشر فرسوندیم ترا. محمد گفت دویم صفت پیامبر مبشر است. مبشر بشارت دهنده به جنت. امتات بگو گفت اگر نماز خونن، 5 وقت روزه گیرن، زکات دهن، حج کنن، از یعنی گناه ها پرهیز کنن، فرمان الله به جا بیارن، فرمان خدا خود پیغمبر علیه السلام به جا بیارن، بشارتی به جنت شده. بگوشو گفت انشاءالله کسانی که این عملای خوب انجام میتید وای بشارتی به جنت شما پروپس میگیره انشاءالله خدا خود. با چی؟ به داخل شدن به جنت. جنت حق است. پیغمبر صلی الله علیه وسلم 10 شخصای بزرگ در زندگیش چی داد؟ پروپس داد که بشارتی تو جنتی هستی. انشاءالله ما هم اگر عملای خوب کنیم انشاءالله نیک کنیم، اگر ما شما هم چی هستیم انشاءالله خدا خود جنتی هستیم. و دیگه انشاءالله خدا خود نظیر ما تو یعنی بیم کننده ترساننده گسیل کردیم. بگو امتات کسانی میشه که خدا نه شرک میاره، عرق میخوره، زنا میکنه، نماز نمیخونه، طاعت نمیکنه، عبادت نمیکنه، زکات نمیده، حج نمیکنه، عملهایی که بعد قرار میده و بشارتی به دوزخ شده. بگو شو کسانی که امتات گناه ها را میکنند البته دوزخ مقرر است. از من خدا بستان سرا داره با حبس خانه داره. حبس خانه هاشون خدا خط 7 کامرا دارد. در 7 کامراش آدمای گناهگارا را مخصوص کامران ده. این که من حکومت ها نماز کنم ستیت میخونن 56 100 فلان هم ستیت که دیتر چکا میکنن جزا میچین. الله اسمان پگه میخیل 7 کامرا دارد. بی نمازا یک کامرنده خدا خواهد، منکرای خدا یک کامرنده خدا خواهد. انشاءالله زنا کننده ها کامراش یاد نبرو. الله سبحانه و تعالی البته در این دنیا اگر توبه نکنی بر نگردی انشاءالله خدا خواهد. من گفت گوشو گفت ترسونشو گفت و داعیا الی الله باذنه. پیغمبر خواننده شد به اذن خدا. پیغمبر به اختیار خودش مردم ابومت دعوت کرده نیست. پیغمبر میگه انشاءالله خدا خود خدا امر کرد، من تو را گفت داعی کردم دعوت که اهل و قوم جمعتا به اذن الله، به اذن خدا و پیغمبر انشاءالله ما شما را این مسئله را فهمون، ما شما را حکمای قرآنی را به جا آورد و سراجا منیرا. ما تو را میگه آفتاب کردیم. ببینید اگر آفتاب کوره روی زمین اگر انشاءالله خدا خواهد چکا کند روشن کند، پیغمبر محمد صلی الله علیه و سلم قلب های ما و شما را به نوری ایمان و حکمت چکا میکند انشاءالله زنده میگرداند. یعنی پیغمبر آفتابه، پیغمبر انشاءالله ماهتاب است. اگر زی آفتاب این حکمت الهی است برای خدا خواهد پختن میوه ها، برای خدا خواهد انشاءالله یعنی ما شما روز کرسی دادن آفتاب داده شد. پیغمبر هم یک آفتاب است که قلب های مرده ما و شما را به نور انشاءالله ایمان چکا میکند الحمدلله خدا خواهد زنده میکند. خدا در سوره جمعه چی میگه؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. هو الذی بعث فی الامین رسولا. یعنی ما از یک مرد امی پیغمبر کردیم. پیامبر یگان دانش کرده خودگی نبود، شخص عامی بود، به علم بود. از به علم الله سبحانه و تعالی چی ساخت؟ عالم ساخت.
والذی بعث فی الامیین رسولا میگن یتلو علیهم آیاته. این پیغمبر چیکار میکنه؟ گفت شما آیاتای قرآن تلاوت میکنه و یزکیهم، و شما را پاک میکند از چی؟ از بت پرستی، از انشاءالله علاوه پرستی و از شیطان پرستی. خودی ما و شما علاوه پرست بدیم. اگر با تاریخ نظر دینی زردوش داشتیم، با مخصوص کتاب داشتیم اوستا، میدونی فارسا الهیده کتاب و الهیده انشاءالله چی داشتن؟ گویا که مرتبه ها داشتن. این پیامبر صلی الله علیه و آله ما و شما را پاک کرد که علاوه این خدا نیست. یعنی این تقه و چوب و این موره چشمی و این تمار و این بلا و بدتر این شما را بخناک نمیکنه. گفت این شرک است عزیزان من. ما شما را میگه پاک کرد ای علاوه پرستی. خودی در همین کعبه میدانه 360 بود 360 خدا، هر یک قبیل علاوه یک خدا داشت. از همون خدا چیکار میکرد؟ حاجت میپرسید، فرزند میپرسید، گوسفند میکشید. الله سبحانه و تعالی چیکار کرد؟ بس تو این انشاءالله پیغمبر چیکار کرد؟ منجو و یزکیهم، و شما را حکمت یاد میتید. گفت و این کانوا من قبل لفی ضلال مبین، و پیش از آمدن پیغمبر شما در ضلالت بودین. ای مردم شما در گمراهی بودین. همین شیطان ملعون مرجوم تمام بیرق زندگی به در روی دنیا خواهی ای کارش اجرا میکنند. مردم ده بازار انشاءالله شیطان کساد شد. که پیامبر صلی الله علیه و سلم اومد ما و شما را چیکار کرد؟ از راه بد گردوند، از گناه گردوند. الحمدلله به خدا آشنا کرد. ببینید چراغ احمدی را حق بیافروخت، هر آن که پوف کند ریش خیش بسوخت. این چراغ الله در گیرندگیه یا نه براد؟ کسی نمیتونه که چراغ خاموش کنه. آره نشم خیال نکی که این خدا درگیروندگی تو خاموش کنه بتونید. یک مخلوقی ضعیفی پست نمیتونی. آره نشم چراغ روشن از نور الهی، جهان را داد از ظلمت رهایی. میگه حضرت مولوی این چراغی که تمام دنیای ظلمت تاریکستونی پرگناه به طفیل محمد صلی الله علیه و سلم چیکار کرد؟ پاک شد انشاءالله. خدا خواهد پیغمبر صلی الله علیه و سلم الله سبحانه و تعالی از همه پیش روش آفریدگی است. همشه پیش از دان من پیغمبر که اولو ما خلق الله نوری، اول چیزی که خدا آفرید نور محمد صلی الله علیه و سلم آفرید. از نور این دیگر همه این چیزا انشاءالله خدا خواهد یعنی مخلوقات دنیا را آفرید. حضرت مولوی در مصرع‌های شعرش میگن همه خلق جهانی نور دیده، خدا از نور احمد آفریده. همه خلق جهان که نور دید از نوری که دید؟ میگه از نور محمد صلی الله علیه و سلم. همه خلق جهانی نوری دیده، خدا از نور احمد آفریده. خدای قادر است و قدرت نمایی، از او پیدا نمود ما سوایی. خدا میگه خدا قدرت نشون داد بغیر خودش. میگه خدا دیگر همه مخلوقات ها از نور محمد صلی الله علیه و سلم بیداشتگی است. از ظالمان بهشت و دوزخ و جمعی فلک را، آسمان و زمین و جمعی ملک را. این بهشت هم دوزخ هم آسمانم تمام فرشته ها هم از دانی من از نوری که بده است محمد صلی الله علیه و سلم. ماه و خورشید و کوکب های تابان، شمال و هم رعد و برق و چراغان. این آفتاب ماه این ستاره ها را ببینید، این رعد و برق، این شمال، این چراغان همش هستی است
از نور محمد صلی الله علیه و سلم است. همه دیو و پری و آدمی ذات، بینین، همه حش و طیور و جمله بنیاد، زی نور احمدی آمد به ایجاد، همین از اعتقاد اهل ارشاد. بینین، اهل اعتقاد اهل سنت و جماعت همین است. همه این روی دنیا را مخلوقاتش از نوری که محمد صلی الله علیه و سلم آفریده شده. عزیزان، این شخص بسیار معتبر است. این شخص است که عزیزانی من دوست داشتن است، هم فرض است هم قرض است برای هر یک فردی که لا اله الا الله محمد رسول الله میگه. چون که این خیلی پیغمبری مهربان، این خیلی پیغمبری مشفق گذشتگی نیست. در میان 124 حد زیاده پیغمبر گذشتگی است. این اون طرفش چقدر؟ در منش این بهترین پیغمبر که بود محمد صلی الله علیه و سلم بود. برای همین ما شما انسان دوست داریم و حرمتش به جا بیاریم و در کجای باشیم حمایه این پیغمبر یک از در یکان دایره گپ زند در دهن زن او که زد که نیست که نابافت. حالا این پیغمبر اگر قدرش میدونستی، اگر این پیغمبر خدمتاش ما شما خدا خواهد کنیم یک جزءاش بکنیم انشاءالله اولیاء میشیم، نمیکنیم. بلکه از محمد علیه السلام بیرون انشاءالله خدا خواهد، یعنی ما شما کار میکنیم. در دام شعر چی میگد؟ همان روزی که در آدم دم دم در کفایش بدید نوری خاتم. همون روزی که خدا آدم آفرید در دنیا در کفاش یک نور پیدا شد. اینه آدم علیه السلام در عقیبش خدا خواهد نور پیدا شد. همان روزی که دید، همان روزی که از قندیل جدا شد در پشت حضرت آدم جا شد. روح محمد در یک لوستر نبود، قندیل نبود، جدا شد. وقتی که آدم علیه السلام انشاءالله خدا خواهد خدا آفریدش در پشت حضرت آدم چیکار کرد؟ جا شد انشاءالله خدا خواهد. وقتی که حضرت آدم دید که در وقت جنت اومدن تمام فرشته حرمتش دارن، عزتش دارن، حیران شد. بگفت من هؤلاء یعظمونی، خدا بگفت که نور مصطفایی ندارد سالها از تو جدایی، و تو فرزند بر ما حبیب است، به دردی آخری امت طبیب است. خداوندا گفت این کی است؟ گفت کدام نوری است که تمامی فرشته من حرمت عزت داره از تو فعلی؟ این گفت کی است؟ گفت این نوری محمد صلی الله علیه و سلم است. از تو گفت سالها گفت از تو جدا نمیشه تا تو زنده هستی، همین نور انشاءالله به تو یک جای هست. این گفت چی است؟ گفت حبیبی من است. گفت خدا اینه محمد الله سبحانه و تعالی حبیب اعلان کرده است. این گفت حبیبی من است. ببینید با تو فرزند بر من حبیب است، به درد آخری امت طبیب است. آخر زمان آن چی میشه؟ این دکتر میشه. امتایی که آخر زمان میآیند انشاءالله ما و شما پیغمبر صلی الله علیه و سلم همچون یک طبیب که وقتی که بیمار میشه پیش یک طبیب میروی تا اینکه از سخنی وی یک ملهم گیری برای خودت نجات یابی، درد از خدا خود بدنت دور کنی. تو نمی با یک دقت گوش میکنی، با یک محبت انشاءالله میروی. این محمد اسلام همچون یک طبیب است. الحمدلله ما شما را انشاءالله برای سعادت چی کارا انشاءالله خدا خواهد چی کارا را پیامبر صلی الله علیه و سلم کرده برفت. ببینید بگفتا یا رب بر من بینما نورش. گفت که بیا همون نور. گفت من یک بار نمایون تین. گفت خدا امر کرد نور میگد از میگد آدم پیشونیش اومد. جنت خدمتگاه گفت یک آینه بیاره. گفت بینه. گفت آینه را بینه. آینه را وقتی که دید آدم علیه السلام که همون نوری محمد علیه السلام بس صلوات خون شد. پیغمبر صلی الله علیه و سلم صلوات خون شد از زان من. ببینید
محمد علیه السلام انشاءالله خدا خواهد صلوات گفت. دید نورشه، الله سبحانه و تعالی نمایش داد. بعضی روایت هست میگه دو پشتی همی انگوشتای پشت بیم گفت دید محمد علیه السلام از صورت نشانش داد. بعضی ها پیش بوسه کرده چقدر که روایت صحیح است نه صحیح است پیشون که موسیفیدا میدید من پشتی وقتی که محمد از آن اشهد ان محمد رسول الله میگفت اونجا شو بوسه میگن چون که پیامبر اسلام در همین نشون دادگی الله همسه میکرد. این سنتی با آدم گفته که چیزا عمل میکردن انشاءالله خدا خواهد. الله سبحانه و تعالی چیکار کرد انشاءالله یعنی نشانش داد. الحمدلله. پیغمبر ما شما محمد صلی الله علیه و سلم عزیزان من 570 میلادی، بعض روایت ها 571 میآید، 570 میلادی الحمدلله در چی؟ مکه مکرمه در قبیله قریش، پدرشو عبدالله مادرشو آمینه الحمدلله چیکار کردن؟ به دنیا آمدن که 50 روز پیش از میگه چی بود؟ واقعه فیل. چون که من سوره فیل برای شما تفسیر کرد دادگی بودم. ابرهه ملعون برای کعبه را ویران کردن چیکار کردگی؟ شرکت کرد. خواست که خدا خواهد کعبه صاحب ندارد یا که سنگ سیاه به صاحب است. عزیزانی من صاحبی و سنگ الله است. وقتی که آمد نزدیک خانه کعبه حضرت ابو طالب بسیار شخص شجاعتناک بود، بسیار قامت زیبایی بلند داشت، شخص معتبر بود. در همون گفتی گپو که گپش میگذشتگی بود در هم مکه. شطوره هم نگرفت ابرهه. ابو طالب عبدالمطلب پیشی ابرهه آمد میگد. ابرهه را گفت که یا ابرهه همه شطورای من بته. ابرهه گفت که من از دل موند، من خیام که تو مدن میگو که کعبه ویرون نکن، تو بجای کعبه ویرون نکن. گفتم فقط شطورات من طلب داری. گفت من صاحب شطور هستم. این صاحب این خانه صاحب دارد، خودش ایمایش میکند. میگه شطوراشو گرفت و آمد پیش کعبه. گفت پروردگارا همه اهل خرش گفت که بالای کوه برای. گفت خداوند گفت خانه تا خودت حمایت کن، خودت قادر هستی. الله اکبر. من چی با حادثه ها شد. خواست که وی انشاءالله خدا خواهد کعبه را ویران کند. بعضی حاضر حرکت دارن که دین را ویران کنن، بعضی حرکت دارن که قرآن را ویران کنن. خودت ویران میشه، جوانی مرگ میشه خدا خواهد انشاءالله. این قرآن صاحب دارد. استعیذ بالله نحن نزلنا ذکر و نحن له حافظون. خدا میگه ما این قرآن نازل کردیم، این حمایت کنندش ما هستیم. خدا قرآن کفیلش تا قیامت گرفتگی است. این دین کفیلش الله گرفتگی است. این دین عند الله الاسلام. خدا میگه یگانه دینی که در نزد من قبول است این اسلام است. و من یبتغی غیر الاسلام دینا فلا یقبل منه و هو فی الاخره من الخاسرین. کسی که از راه اسلام دین کاتولیک قبول میکنی، خریستیانیت قبول میکنی، دین یهودیت قبول میکنی، کدام دین قبول کنی قبول نیست. والله که قسم به خدا میگم جا دوزخه. امروز یگانه دین این دین عند الله الاسلام. تا قیامت یگانه دین همین دین است. او دینا را آرزو نکن خدا خواهد. امت محمدت کرای تاکته در آسمون پرتا. یهودیت میکرد چیکار میکردی، نصارات میکرد چیکار میکردی. این بخته. حتی موسی عیسی آرزو کردگی که کاش که من امت محمد میشینم. خودش پیغمبر بود. این شانسایی که برای امتای محمد دادگی یگان پیغمبرها خاموش ندادگی نیست. عزیزی من این یکی بهترین شده مسجد. تمامی روی دنیا را الله سبحانه و تعالی برای محمد مسجد کرد. در دیگر پیشنا بینیم خریستیان ها بینن هم یک روز شنبه می آید همون کلیساش می آید درد گفته می رود. ما شما چی؟ محمد میگه رحمت للعالمین شد، همه روی زمین مسجد او شد. الحمدلله.
این شانسایی که برای ما شما داده است، الله آسمان شکرگزار باشه. وقتی که از عبدالله میگه حامله دار شد، عزیزان من، مادرش آمینه 6 ماه در شکم یعنی مادر بودن، پدرش وفات کردگی است. عزیزان من، رسول الله صلی الله علیه وسلم پدر دیدگی نیستن، چون که در 6 ماه در شکم مادر بودن، پدرشو به مدینه سفر کردن، در مدینه وفات کردن. عزیزان من، پیامبر صلی الله علیه وسلم در 6 ماهگی بالکل خدا خواهد انشاءالله یتیمی از سر کردن. وقتی که رسول الله صلی الله علیه وسلم انشاءالله خدا خواهد به دنیا اومدن، قصهش دراز است، من قصه نمیگم. شبی مولود که روز دوشنبه بود، عزیزان من، تولد پیغمبر صلی الله علیه وسلم روز دوشنبه است. حتی که بی مریم ببینید روحش در خدا خواهد دایگی اشتراک کرده است. آسیه زنی فرعون ملعون، خودش ملعون دوزخی، آسیه جنتی است. الحمدلله روحش اشتراک کرده. چندین فرشته ها در چی شب مولود رسول الله صلی الله علیه و سلم، وقتی که میگه به دنیا اومد، رسول الله سجده کرد. اولین کلمه که رسول الله گفت لا اله الا الله است. حتی میگه رسول الله ختنه کردگی بود، نافش بریدگی بود، تیار میگه آمد و به سوی دنیا قدم گذاشت. تیار، نه در یک درون افلاسی ها، نه در یک درون چیرکال. ما و شما اگر فرزندم تولد میشود، از عقیبش خونی یعنی استحاضه می آید، خونی حروم می آید، یا که دردنی پرده می آید و ها کذا چقدر. لیکن پیغمبر صلی الله علیه وسلم حتی ختنه کردگی بود، نافش بریدگی، تیار انشاءالله چکار کرد؟ روی دنیا اومد پیغمبر صلی الله علیه و سلم. ببینید در همون جهت تا سویبه گفتگی ابولهب ملعون کنیزش اشتراک کردگی است. عربان یک خصلت بود، چون که تا زمانی پیغمبر مبعوث شدن دختر و یا فرزند حساب نمی کردن. بدبختای عرب زنده به زنده دخترش زیر خاک میکرد، زنده به زنده، چون که به او عیب میشماریدن. اگر این پگه نمک خوروندن نکن، پگه این کلونش زیر یک مرد خواه میراد و ها یک عقیده های پسیدگی که تی بیچاره زن تا دور اسلام قدر نداشت. زن همچون مال مثل یک گاو ما شما استفاده میبریم، همچنان استفادهش میبردن. بیچاره زن هیچی حقوق نداشت. حتی عربا رو بینین از خدا خود مرد بیگانه، از یک مرد دانا عالم نسل گرفتن ثواب میشماریدن. زنش برده میدادن، حامله دار میشید، بعد افنش که میگیری بچه من. تو همین درجه جاهلیت و بدبختی بود عزیزان من. بیل دنیا در چی بود؟ وقتی که میگه پیغمبر تو بچه یک تولد میشید، در خونه عرب میران بود، پرازنیک، فخر میکرد که من بچه دارم. نه که دختر میشید میگه 40 روز از خونه نمیبومه. ای ناموسه، این بدبختی را بینید. این زنها را محمد آزاد کرد صلی الله علیه وسلم. همون سویبه میگه دویده رفته، میگه پیش ابولهب رفته که یا ابولهب گفت برای من خدا خواهد سیونچیته، برادر زادت این اکا و دادر هستن عبدالله کتی، برادر زادت آمینه بچه یک تولد کرد. بینید میگه از شادیش میگه ابولهب همین خیل کرد انگوشه، گفت که برای خوشخبر آوردن بچه یک من در راه خدا تو را آزاد کردم. بینید هر روز دوشنبه ملعون در عذابه، هر روز دوشنبه برای خاطری یک خرسندی کردن در روز مولود محمد، از همین انگشتش آب میبرمده خورده تا سحری سه‌شنبه عذاب خلاص میشده. برای این ملعون یک خرسندی کرد که محمد به دنیا آمد. الحمدلله ما چی هستیم؟ امتیم. انشاءالله ما شما خدا خود در راه نجاتیم. خدا خود میشناسد ما را، محمد صلی الله علیه وسلم. انشاءالله یک ملعون خدا برای یک خاطر خرسندیش آزادی دادم، بعد ما بالکل الحمدلله امتیم. ما شما خدا خود تا قیامت در آسمان پرتاییم که ما امتی که هستیم محمد صلی الله علیه وسلم هستیم.
وقتی که به دنیا اومد خصلت‌های عرب همیشه بودن که کودک‌ها را به قشلاق میدادند. 2 روز پیش مادرش ایستادگی هستند رسول الله صلی الله علیه وسلم. و بعد از بنی سعد میگه یک گروه زنها اومده از شهر، وقتا مکه شهر بود، یعنی کودک‌ها را گرفته برده شیر میدادیان، بعد حقای شیرشون میگرفتیان. وقتی که این حلیمه روایت میکند، حلیمه میگه رضی الله تعالی عنها، میگه از میگه بنی سعد میگه مکه اومدیم. وقتی که اومدیم میگه همه فرزنده را گرفت، از یک خری لاغر داشته میگه یک لپشنگ به زور می یکته تا اومدیم که بچه نمونده است، یک همین محمد مونده صلی الله علیه وسلم. آمینه مادرمو چند بار تکلیف کردن که همین گیرن شیر تین، گفتن خیر ما اینه میگیریم شیر میتیم پلی نکی میتید، یک صغیره باشد یتیم باشد. از آن من بینین میگه با شوهرم نصیحت کردم بادا گفتم همین محمد گیریم. میگه بسیار قحطی بودم اون زمان، میگه حتی میگه گیاه نمیافتیم بخوریم، حتی فرزند داشتم، میگه فرزند میگه از گشنگی گواه میگه شیر نداشتم. وقتی که میگه بادا گفتم همین یتیم گیریم شاید الله ما یک رحم کند. بعد میگه طرف خونه محمد گفتم من شیرش میتیم بادا مالش برای الله.